درود تماشابینان عزیز، خلاصه خبرهای مهم 12 اپریل تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. در این برنامه از 5 تا 23 سال اعلان حکم 119 نفر در چارچوب پرونده پرسر و صدای اخوان المسلمین، ابلاغ یا بازداشت عضو داعش، واکنش وزارت کارهای داخله، 5 قربانی صدمه مرگبار در روز دوشنبه وحدت دنغره و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه عالی تاجیکستان در چارچوب پرونده پرسر و صدای اخوان المسلمین 119 نفر را با مهلت از 5 تا 23 سال محکوم کرده است. از این جمله تنها 2 نفر که به خبر ندادن به مقامات ایبدار می شدند با جریمه خلاص شدند. خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به منبعش در دادگاه عالی خبر داد که این دادگاه از جمله 2 شهروند مصر و اسماعیل قهاروف داماد خانواده پرنفوذ تورا جانزاده ها را محکوم به زندان کرده است. اسماعیل قهاروف به 15 سال زندان و محمد بیومی، یک شهروند مصر که استاد دانشگاه ملی تاجیکستان بود و مقامات او را رهبر این گروه اخوانی ها می شماریدند، به 23 سال زندان محکوم شدند. همچنین یک استاد مصری دیگر زبان عربی فاکولته زبانهای آسیا و اروپایی دانشگاه ملی تاجیکستان نیز به 7 سال زندان محکوم شده است. در میان محکوم شده ها همچنین رهبر سابق دستگاه شهرداری اصفره، بیش از 20 تن استادان و دانشجویان مکتب‌های عالی تاجیکستان نیز هستند. در پایان ماه دکامبر سال 2019 و اول ماه ینور سال 2020 مقامات تاجیکستان بیش از 300 نفر را با گمان همکاری با اخوان المسلمین، یک سازمان دینی پایگاه اساسیش در مصر، دستگیر کردند. فعالیت این سازمان در تاجیکستان از سال 2006 منع شده است و دادستانی کل یوسف رحمان گفته بود که طرفداران اخوان مسلمین میخواستند پایه‌های کنستیتوسیونی دولتداری تاجیکستان را از هم بزنند. محاکمه این پرونده پرسر و صدا در دادگاه عالی تاجیکستان از 6 ایول سال 2020 بیش از 9 ماه باز ادامه داشت، ولی خویشاوندان بسیار از محکوم شدگان بر اینند که پرونده آنها ساخته بوده و این بیش از 100 نفر با اتهام بافته به زندان انداخته شدند. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر 2 بیانیه علاهده گفتند که ویدیوی اخیری که روز 6 اپریل در اینترنت نشر شد و بحث‌های زیاد را برپا کرد، ربط به ابلاغ نداشت، بلکه عملیات بازداشت یک طرفدار سازمان تروریستی داعش بود. به گفته مقامات در جریان این عملیات شهروند ایدیبکوف امامعلی جوربیکوویچ 39 ساله زاده و استقامت کننده ناحیه رودکی دستگیر شده است. ایدیبکوف از جانب مقامات روسیه همچون عضو داعش تحت جستجو قرار داده شده بود، ولی از تعقیب فرار کرده به تاجیکستان پناه برده است. ایدیبکوف به گفته مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله سالهای 2015-2017 در شهر مسکو فدراسیون روسیه همچنین مهاجر مهنتی فعالیت میکرد. او با استفاده از شبکه‌های اینترنتی پیروی و جانبداری خود را به تشکیلات‌های تروریستی بخصوص دولت اسلامی عراق و شام داعش افاده نموده در پن و ترغیب عقیده‌های تروریستی، عکس و نوارهای دهشت‌زا و متن‌های افراط‌گرایانه دست داده است. با هم مسلکان جنایت پیشه خود امیروف تیمور منظرشویویچ و سلیمانوف دوران حکیم جانویچ که شهروندان جمهوری ازبکستان بودند، در حدود فدراسیون روسیه عملسازی یکچند اکت‌های تروریستی به نقشه گرفته، اینچنین برای خزینه دولت اسلامی مبلغ‌های معین وارد کردند. مقامات روسیه سلیمانوف و امیروف را دستگیر کردند، ولی به ایدیبکوف میسر شده است که به زادگاهش به تاجیکستان برگردد. تاجیکستان طبق قانون اساسیش شهروندان خود را به کشورهای دیگر نمی سپارد، ولی برای جنایت‌هایی که در خارج صادر کردند می توانند آنها را در خود تاجیکستان بازداشت و مجازات کند. وزارت کارهای داخله گفت مقامات همچنین مؤلفان ویدیویی را که نیز با اتهام خلل رسانیدن به کارمندان میلیسا
و دست زدن به اغوا با مقصد گمراه کردن مردم دستگیر کردند. نظر افراد دستگیر شده بین اتهامات اعلان شده دسترس نیست. ویدیویی که هفته گذشته در اینترنت نشر شد موج واکنش‌های منفی را به بار آورد و بسیاری‌ها از مقامات تاجیکستان از جمله از پرزیدنت امامعلی رحمان خواستند تا به تجربه ننگین ابله و نقطه تمد گذارند. هر سال در تاجیکستان موسم دعوت به ارتش که بهاران ماه اپریل مای و تیر ماهان ماه‌های اکتبر نوامبر برگزار می شود، همراه با شکایت‌های فراوان از مجبوراً در کوچه و بازارها داشتن و به ارتش بردن جوانان پس سر می شود. حامیان حقوق و اهل جامعه این تجربه را همچون یک نمونه خیلی بد پایمال کردن حقوق انسان محکوم می کنند. شب 11 اپریل تخمینا ساعت 21:19 بر اثر با ماشین بارکش تمغه دولان برخوردن ماشین سبکرو تمغه اوپل استرا در موضع سوقدیان جماعت دوستی در کنار شهر وحدت 5 نفر به هلاکت رسیدند. مرکز مطبوعات کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که ماشین دولان تحت رهبری یک ساکن 37 ساله نویه فرخار در راه حرکت از دوشنبه به سمت کولوب در موضع لقیبگی با ماشین اوپل تحت اداره یک ساکن 30 ساله نویه واسع برخورده است. سبب صدمه معلوم نیست، ولی بنا به اطلاع کمیته ایالت‌های فوق‌العاده راننده اوپل و همه 4 همسفرش 2 مرد و 1 زن و 1 کودک که از واسع به سوی پایتخت حرکت داشتند در جای حادثه جان باختند. تفتیش سبب‌های این صدمه فاجعه بار ادامه دارد. در روزهای آخر استراحت این الکی دومین صدمه مرگبار در راه جنوب تاجیکستان است. قبلا مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز شنبه 2 اپریل تخمینا ساعت 16 بر اثر برخورد 2 ماشین مرسدس در راه شهرتوز دوستی در حدود جماعت به نام نیوزف نویه قبادیان هر دو راننده ساکن 40 و 29 ساله نوایی کوشانیان و شهرتوز در جای حادثه به هلاکت رسیده 3 مسافر این 2 ماشین جراحت برداشتند. هر سال بر اثر صدمه در تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. این بود چند خبرهای بیشتر رو در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.